توحیدش، خداییش، معرکش، صدقتش، دعوتش، آمدنش، رفتنش، پوشیدنش، گرفتنش، خوردنش، خواب رفتنش، خیستنش. شاید یهودی شده خدا پناه بده و درکی نداره، خبری نداره. خدا به علم قدیمش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بر امت من خطرها و فتنه ها، شکنجه ها و محنت ها، بسیار ابتلا و آزمایش خدا، فتنه های بالاش بسیار است. کار و رفتار یهودی ها و نصرانی ها وجب در وجب، قدم در قدم پیروی میکنن. یهودی پاشو میبرداره، امتی من پاشو میمانه. نصرانی پاشو میبرداره، امتی من قدم شده جای پای اون میمانه. گفته برای همین خدا قبلا به علم قدیم عرش علایی غیر المغضوب علیهم، غیر غضب شدگان بگردان ما را. در حدیث رسول الله آمده، در 10 کتاب حدیث من دیدم حضرت رسول الله یک طایفه صحابگانش قطعی در مسجد یهودیت گذرشان غلطید، گفتم اینجا می‌داریم. در آمدن که یهودی ها یک جمع قوم با امام و مولا و پیشواشان در یاد خدا و ذکر خدا هستند. بر آنها سلام دادن. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام دادن، ای اهل کتاب گفته سلامشان دادن. پیغمبر صحابه ها قطعی مهمان برین قبول کردن، شناندن. بعضی از کار و رفتارشان گوش انداختن. پیغمبر گفت اما قوم و جمعیتشان پرسید امی سردار و مولاتان، امام و پیشواتان ده همی کی اعتقاد داره؟ گفتن که مرد صالح و مرد صادق و راستگوست. گفت که پدرش چی شخصیت بود؟ گفت پدرش در جای خودش، امی خودش در جای پدرش جانشین شدگی. پدرش مرد صادق بود، مرد صالح بود، پیشوای همه قوم و نصیحتگر و اهل تدریس یهودیت بود، یعنی اهل تدریس تورات، مدرس تورات بود. از باباش پرسید، به یک روایت از 3 پدر یا زیادتر حضرت پیغمبر پرسید. همه قوم گفتند که مردان صادق و صالح علمای دین و مدرسان تورات بودند و امامان و پیشوایان ما بودند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اگر همین امام سردار و پیشواتان چیزی گوید، اگر چیزی حاضر من میپرسمش گپ زده، شما باور داره که دروغ بگه شما را، یا شما را فریب تیه، یا شما را خیانت کرده باشه؟ گفتن نه، معاذ الله، خدا پناه، جای پناه به سوی خداست که مرد صالح و مرد صادق سالم است، راستگو و درستگو است. بعد طرف یا مولاش و پیشواشان گشت، امامشان گشت، گفت ای فلان، به حرمت توراتی که حضرت خداوند بر حضرت موسی کلیم فرستاده، به حضرت موسی کلیم فرستاده، آیا در تورات حضرت موسی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به نام مبارکی یهودیتیش، به نام مبارکی که به لفظ عبرانی و کلام توراتی آمده، همین خیل بشارت بر نام من به پیغمبری نیامده است مگر؟ گفته او کم ترک درنگ کردن. حضرت رسول الله نظر کردن، قوم جمعیتشان نظر کردن، گفتن که آمده است بشارت بر تو است، خبر بر تو است که پیغمبر آخر زمان تو هستی. گفته بی یگان شک شبهه قوم و جمعیتش اغوا کردن و داد و فریاد کردن و فریاد برداشتن، گفتن این دروغگوست، این بدبخت است، این نادرست گفته است، پدرش مرد نادرست بود، پدرش مرد ناحق بود، پدرش مرد دروغگو بود، مرد فاسق بود، باباش همین خل بود. خیلی بردن به همون 3 پشت یا 7 پشت برده رسانیدن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای قوم یهود، به حرمت همین شهادت همین مرد و بشارت به شهادت تورات، اگر شما همینجا حاضر همین قول مولا و پیشوا و امام تا نبگیره، توبه کنه، من رو به قبله دعا میکنم خداوند از بالای تمام یهودی های دنیا تا قیامت غضب برداشته میگردانه. همین غضب در سوره فاتحه آمده است، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آمین. همین خدا برداشته میگردانه. نگشتن، توبه نکردن. من دعا میکنم گفت همین غضب خدای بالا، معنای غضب از بالاتان گرفتنش هدایت میآورد، همه تون تا روز قیامت یهودی ها مسلمان زاده میشه. قبول نکردن. حضرت رسول الله وداعشان کردن. صحابه های کبار قطعی از درون او مجلس و محفل و عبادتخانه آنها بیرون شدند. انا امتای نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آمین. مغضوب شدگان ما را نگردان و از اهل گمراه شدگان هم ما را خدایا نگردان. گمراه شدگان عیسوی ها،
مریم در شأن ذات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شک کردند. همون چیزی به یک روایت فورکلیت آمده است، به یک روایت به لفظ همون قدیمی سلاویانی یا که همون زمان حضرت عیسی دیگر نام ها آمده است، نام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آمده است نامش. انا همون نام شک کردن که همون بشارت داده شده همین باشد یا نه. و یک روایت انجیل خودش معناش بشارت ای، معنای بشارت کسی به حضرت عیسی ابن مریم امام بیاره اهل بهشت، معنای بشارتش یعنی به یک روایت بشارت گفتن انجیل برای آنکه بشارت به حضرت محمد علیه السلام داد. گواه و شاهد شد که بعد حضرت عیسی ابن مریم به آسمان رفتنش از زمین پیغمبر به عالم می آید که از نسل چه مردمی سرزمین عرب می باشد. انا برای همین بشارت چی گفتن؟ بشارت به پیغمبر آینده ای. انا حضرت خداوند تعلیم داد، راهنمایی کرد رحمت للعالمین و تمام امتشان را که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. آمین. پیغمبر برای تبرکانه به طبق حدیث مبارکه خدایا قبول کن و همین بلای اشدی و سختترین از این بلا و مصیبت کلانتر نمیشه و یهودی شدن و نصرانی شدن از دین مبارک و از دین پاکی که صدق صفای اسلامی بیگانه و بیرون شدن از یهودیت نصرانیت امتشانه در درگاه خدا و حذر کناندن در درگاه حضرت خداوند جل جلاله. برای همین 2 رکعت نمازی که برای ما و شماست در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه در هر رکعت یک بار سوره فاتحه را تلاوت کردن قرائت کردن واجب، در مذهب حضرت امام شافعی فرض. اگر یک رکعت نماز در سوره الحمد قرائت کردن نشود در مذهب حضرت امام شافعی اعاده نماز فرض، از سر دیگر نماز از سر نو خواندن فرض می باشه. در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه با سجده سهو نماز صحیح می شود اگر سوره فاتحه در نماز ترک شود. حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم طبق سوره مبارکه فاتحه با یک روایت زیاده از 50 حدیث در شأن سوره فاتحه آمده است. از همه عظیمترین و بزرگترینش لا صلات الا بفاتحه الکتاب، نیست نماز مگر نماز همان نمازی هست که همان نماز گفته میشه و که دو فاتحه الکتاب باشه که شاینده کتاب باشه، یعنی سوره الحمد. یا نام سوره الحمد فاتحه الکتاب که شاینده کتاب مقدس قرآن، عبارت از 7 آیت به غیر بسم الله الرحمن الرحیم، همراه بسم الله الرحمن الرحیم 8 آیت میشود. در مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه محمد ادریس شافعی رحمت الله علیه همراه بسم الله الرحمن الرحیم 7 آیت. بسم الله یکم آیه سوره مبارکه الحمد در مذهب حضرت امام شافعی. در مذهب ما بسم الله الرحمن الرحیم یک آیت جداگانه تبرکانه سری 113 سوره قرآن آمده و 7 آیت سوره مکمل سوره فاتحه سوره که سوره الحمد می باشد. انا الحمدلله که سر می شود سوره حمد شم گفته است پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، فاتحه الکتاب شم گفته است. انا تعلیم خدا، انا ارشاد خدا. برای همین 2 رکعت نماز در مذهب امام اعظم نماز از 2 رکعت کم نماز نیست. در مذهب شافعی رحمت الله علیه 1 رکعت هم نماز می شود. ثواب فاتحه حضرت رسول الله گفتن من قرأ سوره الفاتحه مرتين فكأنما ختم القرآن، کسی 2 بار سوره الحمد خواند گویا 1 ختم قرآن کرد. این ما نافله میخوانیم، شکر وضو میخوانیم، تحیه مسجد میخوانیم، سنت یا سنت مؤکده میخوانیم، صلات سفر میخوانیم یا اینکه دیگر یا صلات سنت های 5 وقته میخوانیم، سنت های جمعه میخوانیم، وتر واجب میخوانیم، نمازهای وجوب، عیدین، نماز عید رمضان، عید قربان به یک روایت واجب، نماز فریضه میخوانیم 5 وقته و جمعه، همه همینا در سوره فاتحه، در همه همینا سوره فاتحه. انا برای این نعمت حضرت خداونده، این شریعت پاک غرای محمدی را، این هدایت و تعلیم خداوندی و استادی حضرت خداوند جل جلاله را که با راه پیغمبر ما و شما با واسطه جبرائیل امین یا در بعض سوره و آیت ها به واسطه جبرائیل امین حضرت خداوند استادی کرده است، این را باید شکر گزار کنیم.
الحمد لله رب العالمين على جميع نعمائك يا منعم الأزلي الأبدي متلبسا بحمدك وثنائك ومصليا ومسلما على رسولك وحبيبك وعبدك نبيك الأمي نبي آخر الزمان مكي المدني العربي صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوته أجمعين. اللهم ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استقمنا على دينك وشريعتك على سنتك وسنة كتابك وسنة نبيك نبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام وسنة جميع الأنبياء والمرسلين. وتقبل من أهل الصدقات صدقاتهم وبلغ ثواب ما حصل من أمر بمعروف ونهي عن منكر والصدقات والإحسان إلى روح عبدك ورسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وإلى أرواح جميع صحابته وإلى أرواح جميع إخوته من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح من مضى من أهل الصدقات والإحسان وإلى أرواح آبائنا أجدادنا أمهاتنا جداتنا إخواننا أخواتنا حاضرين والغائبين من أهل كلمتك لا إله إلا الله محمد رسول الله في العالمين. اللهم ارفع درجاتنا إلى الصديقين صادقين شهداء والصالحين وارحمنا كما رحمت الأنبياء والمرسلين وارحمنا كما رحمت الأنصار والمهاجرين وتجاوز عنا واعف عنا إنك عفو تحب العفو فاغفر لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورد عنا الأمراض الآخر الزمان أمراض الأبدانية والروحانية. اللهم رد عنا جميع الأمراض. اللهم رد عنا وباء آخر الزمان. پروردگار مرضهای بدنی و روحی پروردگار وبای آخر زمان از بالای تمام فرزندان آدم علل خصوص از این سرزمین از ملتمان مردمان وطنمان خدایا رد گردان. پروردگار به علم قدیم قرآن و دعای حضرت محمد علیه السلام کسانی را که سبب قضا و قدر و مرگشان به این مرگ باشد به بشارت پیغمبر من قتله الوباء فهو شهید کسی را مرگ عام از دنیا برد سبب مرگ و شربت مرگ چشیدن شد درجه شهادت یافت. پیغمبر گفت خدایا به درجه شهادت برده باشیشان. کسانی را که قضا و قدر به مرگ نیست خدایا اجر ثواب عنایتشان کن. کسانی را که خدایا بیمار نکردی در قطار بیمار شدگان ثواب و اجر از فضل کرمت عطاشان کن. خدایا این مرض را این وبا را که هم غفران است هم مغفرت است هم رحمت است هم پروردگار و رحمت خداست که پیغمبر دردها را برای امتش غفران و رحمت گفته بشارت میدادند. مغفرت گناه و ناز نعیم جنت است. جنت است بیماری میگفتند. به یک روایت و تفسیر حدیث به یک روایت دیگر بیماری مغفرت گناه و جمال پروردگار است گفته. رحمت را بعضی استادای حدیث به جمال جهان آرای خدا و جمال خدا مشرف شدن بشارت دادن. خدایا برسانی وطن و ملت سرزمین مانه اهل صدقات و احسان این جمعیت پیران و استادان و پدران و مادران را عامتا عامره خاصتا خاصگان را خدایا رحمت و مغفرت فرما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشایخنا یوم یقوم الحساب. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا و امهاتنا عن النار بفضلك ونورك بفضلك ونورك نور وجهك الكريم وذاتك وصفاتك القديم بحرمة أسمائك الحسنى تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين كما تحب وترضى وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. خدایا به حرمت اسماء الحسنى و به حرمت چند آیتی که نامهای پاک نیکویت خدایان را در آن تذکر شده به روح پاک رحمت للعالمین آله و صحبه و جمیع امته به روح پدران و مادران اهل صدقات احسان اهل جمعیت حاضرین پدران و مادران جمله گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله خدایا برسان. خدایا به هدایت قرآن خدایا به شفاعت قرآن خدایا به فرایض و واجبات قرآن به سنن و مستحبات آن خدایا به اخبار حقه قرآن خدایا به حرمتک و عظمتک و ذاتک و صفاتک القدیم خدایا به حرمت کلام مقدس قرآنی بلای آخر زمان و وبا و مرگ جوانان و جوان مردان و امت محمدی را از بالای فرزندان آدم رد کن خدایا. آمین. به حرمت دعای انبیا و مرسلین شهدا و صالحین هر که را مراد است مقصود است حاجات است مشکل است غم است غریب است مسافر است دیندانی است محبوس است
همه رو از فضل کرمت خدایا اصلاح کنی و برآورده خیر بگردانی.